در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران باشی تو نیز. السلام علیکم شنوندگان بسیار عزیز ما، امیدوار هستیم سلامت و بردم هستید. مأمور دولتی دری خانه را تق تق کرد. پیرزن در را باز نمود. مأمور گفت در خانه چند نفر هستید؟ شناسنامه هایتان را بیاورید تا ثبت نام بکنم. پیرزن از دروازه بیرون برآمد، به آخر کوچه نگاه کرد و با چشمان پر از اشک گفت اگر امکان باشد فردا بیایید و سرشمار خانه ما را به فردا گذارید. مأمور گفت مادر چی فرقی میکند؟ فردا هم همین مثل همین روز است. در یک روز کم و زیاد نمی شود. پیرزن گفت پسرم 31 سال می شود که از خانه برآمده بیدرک شده است. شاید امروز برگردد و ما تا فردا 3 نفر خواهیم شد. همسایه پیرزن باشد و مأمور گفت 31 سال است که این پیرزن هر کجایی که رود کلید خانه اش را به من می دهد و می گوید شاید در نبودن من پسرم آید و خسته و مانده شده باشد. کلیدها را به او دهید که تا آمدن من استراحت بکند و آرام دم بگیرد. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. برادران عزیز، فکر و ملاحظه خود را در پایان نوار نویسید و به قدر مادران برسید. صدبرگ سفید بوی معطر دارد، خوش دولت آن کسی که مادر دارد. خوشبخت بود هر آن که دارد پدر، خوش عمر کسی که هر دو در بر دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حق بنده دعاگو باشید. پناهتون به خدا.